میهمانان ما از جمله با سرداری برادر کرامت شریف و رئیسی تمام مهاجران تاجیک در این سرزمین رفیع هستم و او را خوش آمد میگوییم و آرزومندیم و التجا میکنیم که الله جل و علا تمام مردم این مهاجر که امروز در تمام سراسر روسیه هستند برای پیدا کردن یک لقمه‌ای که به خاطر خویش فرزندانشان و جستجوی آمده هستند پروردگار همیشه آنها را نگهدار باشد. امروز تبریک و مبارکباد میگوید و چندین سخنانی که دارد برای شما رساندن یا اینکه چیزی از شما رسیدن صحبت داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، که سفری روزهای ما باری اول است در ریسپوبلیک اوکراین. زیاده از 2 میلیون شهروندان تاجیکستان امروز بیرون از وطنند و هر یک نفری ما با یک نیت تازه با یک گفتن افتاد امروز روز پیروزی برای فرزندان خود بیرون از وطن برآمدیم، چون که در دولت ما جای کار نیست. امروز بسیار ملت‌ها هستند فخر میکنن اونا دولت دارن، ما هم فخر میکنیم چند داریم، زمین داریم، آب داریم، کوهستان داریم و بسیاری فکر میکنن که در این دولت خوبتر شود که تیزتر برای حل مسائل وضعی امروز دشوار که با ما میشه حالا پس خبرون جواب احتمال در صحبت درباره این شهروند گرمزنان در بین آنها کودکان هستند، زنان هستند. چرا در 20 سال حیات امروزه ما این روی حل خود را گرفته ایستاده است و سبیل مهاجران را از روز جوش ایستاده است. ببینید در یک دولت امروزه روسیه به مانند ریسپوبلیک اوکراین چقدر شخصانی که در این نشستند با دستور شما این مسجد خانه خدا آباد کرده شد. دیگر ملت‌ها نه چچین نه دیگرش این کار را کرده نمی‌توانند. بزرگترین ملت از در دنیا تاجیک است. کسی که مقابل تاجیک مبارزه برد مقابل دین اسلام می‌برد. یکی از سبب‌های آمدن امروز سفری ما با افغان بود که حزم و جنگنامه از طرف شهروندان تاجیکستان چرا این بی‌قدرتی، بی‌حرمتی نظر و نسبت تاجیک روز از روز در خیلی همین ریسپوبلیک اوکراین زیاد شده است و یک تحلیل در لازم بود. هرچند که با نوشتات آنها با گفتار آنها ما باوری نکردیم و خواستیم این چیز را با چشم خود ببینیم. لیکن وقتی من با چشم خود این چیز را میبینم و پیش روی خودم میبینم وقتی گوسفند گله گوسفند پیش میرود پگاه عید قربان است و از بعد این گله یا گوسفند را ما میگیریم پگاه قربانی میکنیم. امروز تاجیک را میگیرم بیرون از وطن و کسی باید نمی‌پرسد و یک قربانی میکنم که با زندان باید روی میکنم. اگر تحلیلی که ما کرده فرمودیم 60% این تاجیکان گناه صادر کرده است. این گناه پرتابته میشوند. گناه‌دارانش هم هستند، بیگناه نیستند. و این گناه هستند. ما 4000 به زندان پرتیم در 20 سال حیات 80,000 تاجیکستانی‌ها امروز از زندان‌های روسیه گذشتند. این چی بلا آمده است در 3 روز یا در 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت این روزی که معین شده است گرجدن‌های دیگر دولت‌ها از پیش از کشیدن کار جنایتی بیگناه اونا آزاد کرده میشن. چرا تاجیک آزاد کرده نمیشه؟ آمادگی برای شما با آن میاد که در بین شما جوانمردانی باشد اولا حسی ملی داشته باشد و جمعیت‌های تاجیکان در شهرهایی که از بیرون از مسکو آینده تاجیک رو در سقف در ستاره همون جوانمرد دیده میشود با اکروبری جمعیت تازه‌ترین شخص باشد. وقتی که ما سفری اوکراین به آموز داشتیم در آنجا نیست است، فقط یک فکر دارد روبری جمعیت کرول است. ما در تاجیکستان پرزیدنت داریم و در حقیقت خبری انتخاب نموده است و کرول تاجیکستان است. روزی انتخابی دارد، ساعت وقت دارد و یک میرود. لیکن روبری جمعیت شما انتخاب بگیرید. روبری جمعیت باید غلام دست شما باشد و غلام باشد و کارگری شما باشد، در فکر شما باشد، در آینده شما باشد.
اما شما با دستی از دست خود تئوری خود را به این شخص دارید که همین آدم در بین دیگر ملت‌ها در بین دیگر جمعیت‌های دیگر ملت‌های این نوعیه یا که ریسپوبلیکوی آبرو پیدا کرد جای قبول داشته باشد روزنامه خود را داشته باشد سخنگوی خود را داشته باشد وقتی که من هم صحبت شدم روز 18 با سفیر فوق‌العاده انگلیس در تاجیکستان که در روسیه با ما خود وای خود نمیدوند که آینده تاجیکستان چی میشود این دولت دموکراتی است یا برای اروپایی میره یا برای اسلامی عربستان میرود وقتی من سوال میکنم که شما در تاجیکستان چی کار میکنید شما سفیر هستید شما دیده ایستاده که امروز مهاجر تاجیک سفر زیاد شده ایستاده است زنها برآمده رفته ایستادن کودک‌ها امروز مایوب شده ایستادن وقتی که فرزند تاجیک آمده کار میکند و مایوب میشود در خانه پدری وای نیست مادری وای آمده به جای فرزندش کار میکند این قاعده را قبول نمی‌کنه چیزی گفته نمیتونه اگه شما خودتون فکر کنید تحلیل کنید و با یک فکر درست بیایید به ما پیشنهاد نمود ما باید دانیم آینده ملت ما چی میشود آینده تاجیکستان ما چی میشود بعد از چنین سخنگویی باید خلاصه آمدن من فکر میکنم که اگر آینده ملت ما شهروندانی که آمدن زیاد اونا 18 19 20 هستند شخصانی که سال 91 92 اومدن به عنوان این برادران از چی گذشتن تا 50 یک شخص یک آدم خوبه کوری در بدن ما هست که قوت داری ما کردیم بعدتر قوت از بین میره موضوع داره که فرزندان ما در بیرون اومده و یاده با سری بلند در این دولت ها کردن صاحب معلومات شد از 100 نفر 90 نفر در مسکو از مهاجر تاجیک برای گرفتن پته نام پدری خودش رو نوشته میتونه این از پیشروی ما در 20 سال استقلال تاجیکستان از 100 نفر 90 نفر این سال 36 1936 مادر من صیف 4 میخواد در سن 22 سالگیش دولت شوروی مجبور کرد که مادرتون در سن 32 سال باید نوشتن و خواندن یاد گیرند چرا دولت ما اینو نمیخواد وقتی که شخص خواندن را یاد گرفت نوشتن را یاد گرفت دولت امروزه ما گپ بزنه این مقابل من میتونه قسمی دموکراتی و پرینسیپل دموکراتی گپ بزنه نه ما از حساب حیوانگری میبریم چرا جنگ در افغانستان سالهای طولانی است لاول میشه برای که بعداً از طالبان و دیگرو در دلیل و پشتین ما گپ بزنیم بعد از کشتار دیگر چیزی را آنها ندیدند من باور کامل دارم که بعد سوالات از بعد شما فایده میشوند اون روی گرفتگی جنبش مهاجران تاجیک روز و رادیو تلویزیون و ژورنال‌ها و گازیته‌ای که در مسکو میبرد از طرف ما این روی بازگشت است ما روی اپریسیلی نداریم ما روی آدمی که روز ملت ما رو دولت تاجیکستان همچون بیرون از ما اجازه این شهروندی من است وظیفه اساسی ما همین است که شهروند بودن یعنی دارم خواهش شماست که تاجیکستان پر از بکنه که شهروندان من بیرون از دولت هم شهروندان امروزه که بیرون از دولت هم 50% امروز در حالت بودن بودجه تاجیکستان درآمد خود را میدن به شما تاجیکستان وجود ندارد همین روز بودن شما در همین روز این است که تاجیکستان امروزه ما باید توی تماشا و رقص و بازی‌های کرده آن از حساب شما همین دفعه راههایی که میخواهیم ما باید با هم دیگر با فکرهای درستی شما فکرهای سالمی آینده از صحبت شدن توانیم گفتن که ما در آینده میتوانیم صف مهاجر رو صفحه‌شکن رو بودن و تاجیکستان برگرداندن چون که دختران و زنان تاجیک در تاجیکستان تنها ماندن این علم امروزه هر یک شخصی که از چین بالا رفتگی است فکر دختری خودش رو میکند فرزند تاجیک دیگر راه ندارد آمده با تتر با مغول و با دیگرها اینا زن میشوند اینا هم زنند این دخترهای ما هم ماندن کی این فکر را باید کند امروز برادر میلیون 300 تا 2 میلیون هست اینا تمام دنیا گریک است و دیگر فخر از دولت خود میکنند ما فخر و آینده دولت خدا میخوردیم داشت در شان و شرف در دیگر مهاجر آینده با جبر میداد ما اگر توانیم زمان تاجیک دختری تاجیک گرداندن از دستی که دختری تاجیک زنی تاجیکی در مسکو است 24 ساعت در همون پس‌نامه‌ای که خوب است
در همونجا کار بگیرند بعد 10,000 پولش میتن با مادرش میفرستند. این رو در تاجیکستان 80,000 خطایی هست. بخشی میفرستن وقتی که با نماز میره نماز این درست به هر یکی با این خلق مهم است. لیکن دیگر علمای هست علمای نور زمان خونده داره. برای چی تاریخ 70 سال در دست روش کار کرد؟ در خونه باید اجرا داشته میکرد و تعالی میکنه دیگر میکرد هر چی بود باید میفروخت از موقع سیبور هم میبردن مددن امروز تولید در زمین تو کار کردن نمیتونی باید خطایی کار کنی زمین های ما پر از نمک شده زمین که پر از نمک شده اونجا محصول گرفت زمین از بین میرود در اون زمین دیگر چی میشود؟ همه تاجیکان که کرامت شماده به شهر وفا با آنها عمر دراز تنی صحت اسمان صاحب موضوع میکنم. در حقیقت اگه کرامت یکی از تاجیکانی هستند که همین خون تاجیکی در بدنشان رفته شده است. ناموس ملی دارد. این سیمبولیشون اصلی شخصی همه ما شما براتر است. برای همین از سال 2000 اگر خطا نکنم اینجوری جمعیت علوم رسیدگی تاجیکان مهاجران تاجیکان تاجیکستان در آسیا تشکیل شده است. همین دیگه. که کارمند خوش اومدید. نور دیده تاجیکستان.